إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. آیت 111 سوره انعام. در آیت قبلی الله متعال مطالبات مشرکین که اصل مقصدشان طلب حقجویی نبوده بلکه منظورشان این بوده که تا اعوام فریب بده و مردمای دیگر در شبهه بندازه. چرا به مردم وانمود میکردن که ما به خاطر ایمان نمیاریم که چیزی را ما مطالبه میکنیم پیغمبر او چیزی را آوردن نمیتونه، از آوردنش عاجز است، از او خاطر دعوتش حق نیست. زمانی که باطل پرستا بفهمه که اینمی مردکه گپش خیلی تاثیر در جامعه داره، بازو میخواه که از راه دیگر امی دعوت یا امی حرکت ضربه بزنه. او ضربه زدن از راهی که قطعش منازعه و مخالفت داره از او را پیش نمیه، بلکه از راه دیگره. او راهی که او را خوب میفهمه که امی دعوتگر یا اینمی حرکت کننده ای راه را نمیپیماید، از او خاطر به مردم وانمود میکنه کسی که همون چیزی را که ما مطالبه میکردیم قادر به آوردنش نیست. معجزه طلب کردن از پیغمبر این در حقیقت به پیغمبر اقتدار ثابت کردن است که بله صادر کردن معجزه در اختیار خودی پیغمبر هست و او را یک نوع تصرف و قدرت دادن است، حالان که تصرف و قدرت از الله متعال است. الله متعال وقتی دست پیغمبر معجزه را ظاهر میکنه به این خاطر ظاهر میکنه که نبوتش تثبیت شود، به مردم وانمود میکنه که از این عمل شما عاجز هستی که مثل از این کار شما بکنه. لیکن برای پیغمبر الله متعال را صادر میکنه، خودی پیغمبر اختیار نداره، از همون خاطر معجزه کار الله متعال است، فقط برای صدق نبوت پیغمبر خود روان میکنه. همچنان مسئله کرامت ولی هم اینمیطور است و هم یک امر خلاف عادت است که دیگه مردم از آوردنش عاجز است، اما الله متعال او را در دست یک آدمی که پابند دین اسلام است و خود تسلیم به دین اسلام کرده، دعوای پیغمبری را نداره، دعوای تابعداری پیغمبری را داره. الله متعال در دستش طور کاری را صادر میکنه که دیگه مردم او را انجام دادن نمیتونه. این را به نام کرامت یاد میکنه و این را الله متعال صادر میکنه. از همون خاطر است که خودی ولی اگر ادعا کرد که من این کار میتونم، او ولی نیست بلکه او شیطان است، نعوذ بالله مردم فریب میده. خب با تاسف مردم ما این حقیقتا را درک نمیکنه. زمان اگر به دست ولی معجزه چی کرامت صادر شود باز فکر میکنه که البته کلی تصرفات اختیارات امرای ولی است، در حالی که پیغمبر که معجزه را الله به دست صادر میکنه حتی پس امی معجزه را خودش صادر نمیتونه بدون اذن الله متعال. موسی علیه السلام تا وقتی که اذن الله نمیشد که با این عصای فلان کار بکن، هیچ جای عصا را استعمال کرده نمیتونست. از همون خاطر در موقعی که قوم جمع شد دشتی تی گفت آب نداریم، موسی علیه السلام خبر نبود که عصا را در سنگ بزنم چشمه ها شود، تا وقتی که الله متعال اذن کرد. یا وقتی که بند ماندن در نیل که تیر شد و فرعون تعقیبشان میکرد، حیران مانده بود. قوم یک درو موسی علیه السلام ملاوت میکرد که این ما را گرفتی آوردی، آلی گیر میکنه ما را تبا، از این پیش خود نمیکشت این دفعه میکشه ما را، آخرش ما را در تبایی و مرگ دادی. موسی علیه السلام معلومات نداشت تا که فرمان الله رسید که امرای عصایت امیر رودینی لبزن که آب چیسته بند استاد شد، راه ها جور شد، شما حرکت بکنید. از همون خاطر است که معجزات در اختیار انبیا علیهم السلام نیست، صرف الله متعال گاهی به خاطر تصدیق نبوتش ظاهر میکنه. اما بس اوقاتی تمنای انسانی است که اگر این مطالبات از کفار باشه، شاید اگر الله معجزه فرمایشی از یارا می آورد یا ایمان بیاره، بهتر است که ما خود صدد ایمان آوردن عزیزیم. الله متعال این موضوع را برای ما بیان کرد. چرا؟ الله علم داره به اصل حقیقت ازیا و درونی ازیا، در قلب ازیا طلب حقجویی نیست. یا اگر 1000 معجزه را برش پیش بکنی یا ایمان نمیاره، مقصودشان فقط مشکل تراشی است. دیگه مردم در شبهات انداختن که این ما به خاطر از ایمان نمیاریم که مطالبه ما را پوره نمیکنه. الله در اینجا چی میگه؟ جواب میگه ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه
اگر یقینا ما برشان روان میکردیم ملائکه را مستقیا مطالبه داره. و کلمهم الموتى سخن میگفت امرایشان مرده ها دو. و حشرنا علیهم کل شیء قبولا جمع میکردیم بالایشان تمام چیزا را. قبولا دو معنا داره، رو برویشان جمع میکردیم، بیخی در پیش رویشان هر چیزی را که مطالبه میکرد پیش می آوردیم جمع میکردیم. یا قبولا تمام چیزا را طایفه طایفه دل دل در پیشیشان پیش میکردیم. الله چی میگه؟ ما کانوا لیؤمنوا نیست که یا ایمان بیاره، قطعا یا ایمان نمیاره. چرا؟ نشانی حق طلبی یا دیده نمیشه. این مشکل تراشی است. کسی که پشت حق بگرده تنها کتاب الله معجزه پیغمبر برش کافی است. چرا؟ الله اینطور کتاب اسرارآمیز روان کرده که ادنا تأمل در کتاب انسان وادار به تسلیم شدن میکنه که بلی کلام الله متعال است و مشتمل با او موضوعاتی است که خود به انسان برش نیاز داره. از همون خاطر در بخش انسانیت اگر کسی دعوا میکنه که نه غیر از قرآن دیگه معجزه را بیاره، این گپا غلط و نادرست است. چرا؟ اگر کسی حق میطلبه کلام الله که کتاب است بالکل برش کفایت میکنه. انسان ادنا تأمل در آیات قرآن بکنه میدانه که این کلام کیسته و یا این پیغمبر در سالی که 40 ساله همراه مردم در زیر نظرشان تیر کرده ادناترین دروغ سری پیغمبر مشاهده نکرده، امین و صادق لقبش است. چطور شده میتونه در سال 40 سالگی یک چیز بحر واره کلام شروع بکنه، اموری را بیان بکنه که انسان عاجز میشه؟ این خود دلیل صدق نبوتش است. اما این مردم ارادهشان حق جویی و حق طلبی نیست. این مشکل تراشی است. الله متعال از او خاطر میگه ما کانوا لیؤمنوا نیستن که یا ایمان بیارن تصدیق کنه الا یشاء الله مگر که الله خواسته باشه. بله اگر دو معنا داره اینجا، یا الله اگر بخواد جبران سری کسی ایمان بیاره، لیکن ایمان جبری باز به درد نمیخوره. چرا؟ تربیت انسان توسط ایمان جبری نمیشه. اونجا خود تو فقط در زیر اراده دیگه کس قرار داری، در هر سمتی که رخ میکنه تا همونطور رخ میشی. با ثواب و عذاب مرتب نمیشه سر ایمان جبری. ثواب و عذاب یا امتیازات و کمالاتی که سر بر انسان داده میشه سر ایمان اختیاری است، نه ایمان جبری. بله اگر الله ایمان جبری را بخواد سر از مثل که قوانین تکوینی دیگه جبری را سرشان مقرر کرده، همین قسم ایمان هم مقرر کنه میشه. در غیر از اون یک یا است که الله برشان بخواد. چی معنا؟ با واسه که مردم ها مشکل تراشی هم میکنه، یک روزی میشه که در درون قلبشان کلکینی چی؟ کلکین باز شود برای پذیرفتن این کتاب الله متعال. با شنیدن صدای قرآن شاید سر از تاثیر پیدا شود اگر الله خواسته باشد. ولکن اکثرهم یجهلون، لیکن اکثریت از نمیدانه. نه اکثریت از اگرچه بعضی مفسرین میگه اینجا مراد مسلمان است، اما مسلمانایی که خیلی زیاد توقع و آرزوی پیدا شدن معجزه بود که یا ایمان بیاره. الله متعال میگه که یا اکثر نمیدانن حقیقت حال از یاره. شما خود تمنا و آرزو داره، لیکن این مردم اصل مقصدشان آوردن معجزه و ایمان آوردن نیست، بلکه مشکل تراشی و مشکل خلقدن است. منظورشان است که مردم فریب بده. یک، لیکن راجح قولی است که هم زمین راجع به می مشرکین است. ولکن اکثرهم یجهلون، لیکن اکثری از جاهل هستند، خیلی نادان است. چرا؟ اگر نادان نباشه شما دیگه معجزه را چی میکنی؟ اول این معجزه را تأمل بکنی، تفکر بکنی، دیش تحقیق بکنی. یک نتیجه گیری خو از این معجزه باید داشته باشه. چطور یا دی معجزه سعی نمیکنه میگه دیگه معجزه برای بیار؟ از قرآن که دیگه معجزه بزرگ کدام است؟ یک معجزه برابر قرآن شده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که قرآن معجزه جاودانی است، همیشه است، هیچ ختم نمیشه. معجزات انبیاء علیهم السلام تا زمان خودشان بود، بعد از اون مکمل ختم شد، منقطع شد. یک معجزه کسی کدام پیغمبر باقی نمونده دیگه. این معجزه جهانی است. جهانی به این خاطر مثل معجزه قوما واره پیغمبران علیهم السلام واره که تنها دو قوم بوده نیست، بلکه به جهان قرآن کریم معجزه است، به کل جهان. و دیگه این خود گویاست، خود چلنج اختیار قرآن خود میده به هر کس. معجزات دیگه انبیاء علیهم السلام در اختیار پیغمبران بود که منداخت معجزه میشد، اما قرآن خودش تا روز قیامت اختیار داده رایسته به کل انسانیت که اگر این کلام الله نباشه خیر بیاره، به مثل قرآن کریم یک آیت شما بیاره. لیکن تا امروزه به انواع جنگا دست پیش کردن، اما
نتانستن که مثل یک آیت قرآن کریم یک جای با فصاحت و بلاغتشان در شیرگویی بیخی و فطرتاً الله متعال همونطور قوت الله برشان داده بود ملکه را برای عرب، اما نتانستن که یک آیت جور بکنن. بس کفایت میکنه. قرآن صداقتش واضح است. اینطور معجزه را شما نمیپذیری. از این خاطر این مردم بسیار جاهل است. قرآن کریم در اینجا یک نکته خیلی اساسی که بران اشاره میکنه نمیسته، کسایی که درس از کتاب الله متعال نمیگیره، مشکل خود با کتاب الله حل نمیکنه، او آدم واقعا جاهل است. چرا این کتاب اسرارآمیز تو مطالعه نمیکنی؟ ما مسلمان هستیم که فقط از لفظ قرآن کریم استفاده کردیم، معانی و مقاصد قرآن کریم پی نبردیم که این کتاب چی دعوت داره و چی مقصد داره و ما را کدام طرف دعوت میده. و کذالک جعلنا لكل نبی، اینمی قسم یعنی مثل که امرای تو مردم دشمنی داره، اعتراض انتقاد میکنه با وصفی که تو از کمال دلسوزی و صداقت یاره دعوت به سوی دین میدی، یکی تو از کمال راستی و امانت دارید کار میگیری، لیکن این مردم از راه دشمنی برات پیش میره. آلی دعوت و تبلیغ و دعوت توحید الله عقبات داره، مشکلات داره. یوم چه است؟ یکی از جمله مشکلات است، چهارم عقبه است. سه عقبه یا سه مشکل دعوت توحید ما و شما تیر کرده بودیم، این چهارم مشکل است. چهارم مشکل کدام است؟ مردم با وصفی که تو خیلی از روی اخلاق و رواداری، از روی دلسوزی و نرمی مردم دعوت میدی به سوی توحید الله متعال، لیکن مردم با تو دشمنی میکنه، هیچ نوع نقصان به مردم نمیرسانی، خو مردم تو را آرام نمیگذاره. این همی قسم تنها تو نیستی، بلکه تمام انبیاء علیهم السلام سابقا هر کدام که آمده دعوت توحید داده، الله بر شیاطین انسی و جنی را پیدا کرده، آرام نگذاشته شد. چرا؟ وقتی که عقیده توحید گسترش پیدا میکنه، یک دمی مردم چی میشه؟ ور خطا میشه. آلی شیطانان انسی به عوام مردم سخنان شرکی و بدعت مزین میکنه، ور دعوت به این سخنا میده، ور دیگه تحریک میکنه. چی برشان میگه؟ سیکوی پیغمبر آمده دینی بابا و اجدادی ما را از بین میبره، سیکوی این قسم گپه یقبات نیست. انسان پیش از پیش آگاه میکنه که چی گپا داده روی آمده نیست. از همون خاطر دعوتگر حق از آمدن همچون مشکلات بالکل هراس نداره. چرا؟ قبل از اینکه دعوت آغاز کنه این زمین خود التزام کرده بود که گپا سرم آمده نیست. بندی شدن، لط خوردن، اعتراض مردم. امروز هم شیطانای انسی و جنی چی میکنه؟ و مردم مزین میکنه امو عملی بدعت خدا نامشم حسنه میمانه که بدعت حسنه است. بعد از او تحریک میکنه علیه تو سایکو پیدا شده، علیه ما چقدر تحریک کرده. چی میگن به مردم؟ مولوی سی متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله را توهین میکنه، میگه ایج علم نداره. دیگهش میگه ای دا کلامی خود دا تقریر خود میگه بچه ثابت میگه. الحمدلله امی قدر مدت و وقت ما نشسته. ما امام ابو حنیفه را خوب بگذار که از علمای صدر اسلام و از وقت تابعین است. او عالمی که امروز پیداست خو ولی حق پرست است، با قرآن و حدیث رابطه داره، ما قدر و قیمتش داریم، نوری چشمی ماست. چی جایی که امام ابو حنیفه رحمه الله یا شاگردایش باشه. گایم انشالله از زبان ما سخن توهین آمیز و تحقیر آمیز در شان امام ابو حنیفه رحمه الله یا شاگردایش قطعا نبرآمده، فضل الله سبحانه و تعالی. اما این مردم شایعات میکنه اعتراض داره، میگه سر امام ابو حنیفه رحمه الله اعتراض کرده. کی ما اعتراض کرده؟ ما گفتیم مجتهدین است، معصوم نیست. معصوم عقیده اهل سنت والجماعت است، غیر از پیغمبر علیه السلام دیگه کس معصوم نیست. علما و مجتهدین است، معصوم نیست، خطا میشه. اما خطایی از یار هم الله یک ثواب برش داده، چرا که مجتهد است که خطا شود الله برش یک اجر میده. او گاهی هم به قصد خود خطا نکرده و در مخالف حدیث خود قرار نداده. پر ایره ما تکرار میکنیم. اما دشمنای حسود و دشمنای دین میگیرن گپ سرچپا میبرن، در هر جا شایع میکنن. والا اینطور است، بیادبی میکنن. یک بچه طالب بود، قطمه در مناظره آمد که میلاد تو چطور بد میگی؟ میلاد خوی طور است. اصلا تحریک کرده بود استازایشان از یک مدرسه. خب بیا زنگ برم زد که در کجا میشینی؟ من گفتم کمپانی. گفت نه کمپانی خود نمیشینم. آخر دینمی مسجد آورده میشه. اینجا که آمد من گفتم چرا کمپانی نمی؟ نزدیک بودو جا برم.
گفت توجا برای من گفته شده که کشیشتیم یک چند گپار خواب تا بالا کردیم، بسیار متاثر شدی مردکه. بعد از برش گفتم که چرا اونجا نزدیک نامدی؟ گفت مرا گفته که اونجا بری امی چپایت میکنه، اتو لطت میکنه که پرسان نکو. اگه گپ قبول نکنی گپت خلاص میشه. او تو را برای من معرفی کرده بود که پرسان نکو دیگه، یک انسان است. خب ما گفتم او بیچارگک میگه ما علمای دیوبندم خطا میشه. ما برش گفتم که علمای دیوبند تو برو از استادایت سوال بکن که غیر از پیغمبر دیگه کس خطا میشه یا نه. باز یک کمی فهماندم شه. ما گفتم چی تصور داری که ابوبکر رضی خیلی مرتبه بلند و منزلت بلند داره علمای دیوبند؟ گفت نه ابوبکر رضی الله خیلی مرتبه بلند داره. ما گفتم او خطا میشه دیگه، علمای دیوبند خطا نمیشه؟ کجا؟ ابوبکر کجا خطا شده؟ ما گفتم در جنگ بدر الله متعال پیروزی را نصیب مسلمانا کرد، 70 نفر کفار مردار شد، 70 دیگر اسیر گرفتن. پیغمبر علیه السلام با صحابه مشوره را شروع کرد که چی کنیم قتل اسیرا. عمر رضی الله عنه آمد گفت یا رسول الله هر کس قریبیش خودگیش در دستش بده که کلیش بپرانه، که دیگه جرأت پیدا نکنه در مقابل ما سر را بلند کنه. ابوبکر رضی الله عنه مشوره داد گفت یا رسول الله ما سری انصار بوج هستیم، تمام امکانات مادی ما سری چیست خود نداریم، سری انصار گبی کدام یک بار اضافه گیستیم، اقتصاد ما ضعیف، امکانات قوی حکومتی هم نداریم، بیا که امیره فدیه بگیریم که بنی اقتصادی ما قوت پیدا کنه و امید عزیز که در بین اسیرام ایمان بیاره، اگر یا ایمان نبیاره اولادشون ایمان میاره. پیغمبر علیه السلام مشوره کی را قبول کرد؟ ابوبکر رضی الله عنه را. لیکن الله متعال خلاف نظریه کی بگه ابوبکر رضی الله عنه آیت روان کرد ما کان النبی چیستا من الاسرا حتی یسخن فی الارض، نیست برای پیغمبر که اسیرا را بگیره تا که خواب سیراب نکنه زمین با خون. چرا این اول جنگ مسلمان و کافر بود، اگر دمی جنگ کلبوری از یا میشد دیگه در عمر یا سر بالا نمیکردن. در عمر پیغمبر علیه السلام گفت که اگر از چون الله عفو کرد این معامله را، غنیمت عفو کرد که بخوری عالی، و اگر نه حلال نبود از پیش دیگه. پیغمبر علیه السلام گفت که اگر الله عذاب روان میکرد به جز از عمر و یک شخص دیگه هم همینطور فتوا داده بود، گفت این دو نجات پیدا میکرد ما کلی ما در عذاب الله چی میشودیم؟ گفتم چطور است؟ ابوبکر رضی خطا شده یا نشده؟ بعد از ما گفتم عمر چطور است؟ عمر رضی خطا شده یا نه؟ حیران مانده بود بیچاره. ما گفتم برو استادایت بگو که شما ما را چی درس میده، عقیده ما را درست میکنی یا خراب میکنی؟ برای تو این نظریه را داده که علمای دیوبند خطا نمیشه، او ما خو میگیم که ابوبکر و عمر رضی الله عنه خطا شده. معصوم غیر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه کس نیست. بیچاره بعد از او قناعت کرد. ما گفتم خو خیلی خوب پیش نرو. ما گفتم امی علمای دیوبندم قبول داری یا نه؟ چرا نه؟ ما گفتم اگر میلاد تو خو اینا میگی که میلاد خوب است، اگر وا میلاد رد کرده بود باز چطور است؟ باید قبول کنم. ما معرف القرآن برشتا کردم. ما گفتم بخوان. یه کی میخونه یک دفعه وی ما گفتم او کورا را او بقای حوزه، بقای حوزه دیده اینی قدر دندک که بقا می باشه، از بحر خبر نمی باشه. ما گفتم ما را بگو که شما کدام رسالگه که خورد داره مردم فریب داده رو ایسته، شما یک کمی مطالعه بکنی که دین بفهمی. الحمدلله او بچه امسال در مسجد ما آمد. کسی که در کمپانی در مسجد آمد بفهمی که عقیدهش تغییر کرده میفهمه. در مسجد آمد. ما گفتم ماشاءالله تو خواهم یک آدمی چی جور شده؟ گفت مولوی صاحب حقیقت فهمیدم، واقعیت در کردم که گپ در کجاست. گفت واقعا که ما را همونطور فریب داده بود، راستی هم دین کدام دین است من نفهمیدم. گفت همونجا هم که تو برای من گفتی یک کم کم سرم تاثیر کرده بود، خب بازم پشتی جستجو و مطالعه بودم یک کم کم این طرف اون طرف این گپا را تو بالا میکردم. یکیش برای من دلیل پیش نکرد. واقعیت هم است که کسی دلیل پیش میکنه راه از زمین نموسته. گفت آل یقین آمد که یقینا ایران کدام راست. منظور چیست؟ منظور است که دشمنای دین انواع تبلیغات علیه دعوتگر میکنه به خاطر از اینکه سخنای از این معاصر واقع نشود مردم. چه مردم اراده داره به ترجمه قرآن کریم همین مردم نه نمیکنه، نرو که گمراه میشی. میگه
اینمی قسم الله متعال پیش از پیش خبر میکنه. و کذالک مثلی که برای توی پیغمبر علیه السلام دشمنای انسی و جنی است، رقم تهمتا سرت میزنه، نسبتا برات میکنه. جعل ما گردانیدیم لکل نبی، برای هر پیغمبر. چرا که پیغمبرها دعوت توحید میده، یک تا پرستی را شیطانا یک دم دیگه آلی خیلی مایوس میشه. ما گردانیدیم لکل نبی، برای هر پیغمبر، عدوا دشمن، شیاطین الانس که شیطانای انسیست، والجن شیطانای جنیست، هم شیطانای جنیست هم شیطانای انسی. قرطبی سمعانی رحمت الله علیه ما نقل میکنه از مالک ابن دینار رحمه الله کتابی است. او میگه ما از شیطانای جنی قدر زیاد نمیترسم. چرا؟ به خاطری که از او پناه به الله میبرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که بگویم بس الله برم پناه میده. لیکن ما که سخت راست دارم از شیطانی چی میترسم؟ انسی. چرا؟ به خاطری که او را دفع کرده نمیتونم. امروز همونطور است. یوحی بعضهم الی بعض، یکی وسوسه میکنه. اینجا گپی پنهان میگه وحیه، یعنی وسوسه پنهان پسک میکنه، پت گوشه کنی قطش میکنه. بعضی از یا برای بعضی دیگران، امی شیاطین برای کفار، اینمی کلانا. اینجا مراد از پیشش کیسته؟ شیطانای انسی را مفسرین علمای سوء مقرر کرده، علمای نعوذ بالله و علمایی که همیشه شرک و بدعت دعوت داده. این مردم ها پت وسوسه میکنه، گپا میبره. چی رقم گپا؟ زخرف القول، گپای زرندوده. آینه که تو پوشی طلا بدی مردم بگی کی طلاست، حالان که او خائن است. مردم فریب میدی. گپای زرندوده، بدعت شرکه. لیکن لباسی چی برش جور میکنه؟ بگوی لباس مشروع بودن و روا بودن. بدعت میگه حسنه است. چی میگه؟ بدعت هم حسنه شده میتونه. پیغمبر میگه کل بدعت ضلاله، هر بدعت، هر یک دانش هم بیرون نمیشه، یک دانش. پیغمبر میگه بدعت گمراهی است. این برای چی میگه؟ این بدعت حسنه است. بدعت دو قسم است، یکی سیئه است، یکی حسنه است. باز تلبیس ابلیسی دیگر چی رقم میکنه؟ مردم عوام خود نمیفهمه. میگه وی این لاسپیکر بدعت نیست، این میز کی جمانده، این سایکوی کامره را، این امپیتری را، این قرآن کریم بدعت است. در زمان پیغمبر نبود. و بیچاره مردم چی میکنه؟ بگه تلبیس میکنه، سرش مختلط میسازه موضوع را. بیچاره تالی را فکر نکرده که یکی بدعت فی الدین است، یکی للدین است. یکی بدعت در مقاصد است، در مقاصد دین تو یک مقصد اضافه کنی، او یکی بدعت در وسایل است، وسیله را نو پیدا کنی تا در مقصد برسی. یک آدم حج میره، اول پیاده میرفت، بعد از او در موتر میرفت، در شتر اسب میرفتن، بعد از او موتر پیدا شد، حالی در کجا میره؟ در طهره میره. ډوډۍ خوري بدعت لدین اسی وسیله است. وسیله را هر قدر که نو میتونی، مترقی میتونی، آسان میتونی، خیلی خوب گپ است. دیگه مدرسه و چاپ قرآن کریم و این گپا کلش بدعت چی است؟ لدین است. یعنی بدعت در چیز؟ وسایل. در وسایل بدعت منع نیست، در مقاصد دین. چرا در مقاصد دین بدعت غلط است؟ مقاصد دین در زمان پیامبر پوره شده بود یا چیزی باقی مانده بود؟ پوره شده بود. الیوم اکملت لکم دینکم. تیر کردیم در سوره مائده.